سلام. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت جنگجویان دولت اسلامی در شرق کشور در حال فرار هستند و یک وجب زمین افغانستان به این جنگجویان داده نمی شود. اشرف غنی در این باره ضمن یک نشست خبری مشترک با ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان ناتو در شهر کابل روز 15 مارس سخن گفت. رئیس جمهوری افغانستان افزود عملیات وسیع مقیاسی زمینی با کمک حمله های هوایی ایالات متحده اجازه داده است که جنگجویان گروه دولت اسلامی را نابود کنند. در 6 ماه گذشته جنگجویان این گروه در ولایت ننگرهار با طالبان جنگیده و در این ولایت جای پا پیدا کردند. درباره تلاش‌های گروه دولت اسلامی برای پیدا کردن نفوذ در افغانستان صحبت داریم با همکارم ژکفر احمدی از رادیو افغانستان آزاد. ژکفر، به برنامه ما خوش آمدی. سلامت. تلاش‌های دولت افغانستان برای مقابله با داعش یا گروه دولت اسلامی تاکنون چه نتیجه دادند؟ طوری که حکومت افغانستان ادعا می‌کند تلاش‌هاش برای مبارزه علیه داعش و سرکوب گروه نتیجه داده. به گفته وزارت دفاع ملی افغانستان، داعش در ولایت شرقی ننگرهار شکست خورده. در صحبتی که با دولت وزیری سخنگوی وزارت ما داشتیم، اطمینان داد که نظامیان افغان توانایی مقابله با داعش را دارند. البته در تازه ترین مورد یک سخنگوی نظامیان امریکایی در افغانستان گفته که داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده و به گفته این سخنگوی نظامیان امریکایی حتی در یک ولسوالی داعش حضور داره. و اخیراً درباره حضور جنگجویان داعش یا همان گروه دولت اسلامی در ولایت کندوز هممرز با تاجیکستان هم گزارش رسید و این گروه که ما شنیدیم در چند مناطقی دیگر هم نفوذ داشته است و برای پیدا کردن نفوذ در کدام مناطق بیشتر تلاش داشته است؟ بدون شک، طوری که خودت هم گفتی، قماندان امنیه ولایت کندوز به ما گفت که در ولسوالی چهاردره ده تن از جنگجویان داعش حضور پیدا کردند و اینا تهدید را متوجه امنیت ساختند. همچنان صحبت داشتیم با اعضای شورای ولایتی کندوز. عده‌ای از اینا تایید کردند حضور داعش را، نه تنها در کندوز بلکه در برخی دیگه از ولایات افغانستان از جمله بلخ هم داعش حضور داره. سرپرست این ولایت عطا محمد نور به تازگی تایید کرد حضور داعش را در بخش‌های از بلخ. وزارت دفاع افغانستان هم میپذیره که در بخش‌های از شمال افغانستان داعش حضور داره. دولت وزیری سخنگوی وزارت به ما گفت که گروه داعش تلاش کرده تا نفوذش را در هلمند، فرا، نورستان، کنر و چند ولایت دیگه افغانستان گسترش بده، اما به گفته وزیری اینا به هدفی که داشتن تا نرسیدن. اینا از کجا آمدن؟ از خودی طالبان جدا شدند یا از کجا آمدن؟ گزارش های تایید شده نشان میده که این افراد قبلی گروه طالبان هستند که حالا از طالبان بریدند و شامل گروه داعش شدند. در برخی از گزارش ها گفته میشه که اینا امتیازات بیشتر به دست میارن و تصمیم گرفتن تا حتی خلاف طالبان هم مبارزه بکنن. و یعنی میتوان گفت که در افغانستان داعش حضور گسترده پیدا کرده نمیتواند، یا حکومت افغانستان نباید تهدید این گروه را کم بگیرد؟ میخوایم به این مسئله به نقل از تحلیلگرای افغان هم اشاره بکنم. تحلیلگرای افغان چیزی که حکومت میگن اونا متفاوت‌تر فکر میکنن. صحبت داشتیم با چند تحلیلگر هم در این مورد. اینا به شدت به خاطر حضور داعش در افغانستان نگران هستند و میگن که اگر این تهدید داعش جدی گرفته نشود میتونه نه تنها مشکلات بزرگتر متوجه افغانستان بلکه تهدید جدی را متوجه همسایگان افغانستان هم بسازه. نه تنها تحلیلگران بلکه اعضای پارلمان افغانستان هم به خاطر حضور داعش نگران هستند. معاون اول ولسی جرگه افغانستان چند پیش عملیات را علیه داعش در ننگرهار را اندازی کرد. به گفته ظاهر قدیر این عملیات نتیجه هم داشت و در جریان این عملیات چندین جنگجوی داعش از پا درآورده شدند.
تشکر. همکارم ژکفر احمدی بود از رادیو افغانستان آزاد با ما صحبت میکرد. تشکر ژکفر. سلامت.